خوش اومدی خان. سلام علیکم، خسته نباشین. ممنون خان. اینو نذارین جلوی چشم من. خان، بقیه خانم دیگه دارن میرسن. دوستامون که حلن، دشمنمون تو چه وضعیه؟ خبر دادن که میای. چه بهتر. خانه کوچیک بیاد ببینیمش، بیاد بگه من تنم میخوره، ما هم چاره جز خاروندنش نداشته باشیم، مگه نه؟ ایول خان. حساب این خانه کوچیکم برسیم نوبت اون بزرگم میرسه. افتخار ماردینه. آره. مرتیکه رو از ماردین تبعید کردن، اینا هنوز خوش و خرمن. پول میریزه به پاشون، اینا هم کاسه لیسی میکنن. استغفرالله. داداش جلوی چشم پینار ظاهر نشو که خیلی از دستت شاکیه که دیشب نیومدی. از من گفتم. یه کاری برام شد. اگه منم دلشو به دست میارم. ببینم نکنه این کاری که میگی خانم دکتریه که دیروز اتاق تو رو سرش گذاشته بود ها؟ ببینم تو برای چی به این دختره گیر دادی؟ من گیر دادم؟ داداش دختره به تو گیر داده. تو هم یکم گیر دادی. آدم چشم داره میبینه دیگه، اما اگه میگی به روی خودت نیار باشه نمیارم. باشه. مگه قرار نیست بریم کارگاه؟ پاشو بریم. باشه. ای بابا، من عمرم بتونم همچین پولیو بدم. بس میخوای چی کار کنی؟ میفروشیش یا میخوای بدیش به اوراقچی؟ نه، تازه با این همه خرجی که داره خریدار پیدا میشه. بعضی هستن میخوای بذارش اینجای پرسجویی بکنم، اما پول راهش هم نمیشه. اما خب میگی یادگاری پدرته، بهتر از اینه که برسه دست اوراقچی. باشه پس به خودت میسپارم. باشه. چیز خان، ببین منو جلیل، ما نیومدیم به کسی تبریک بگیم، اومدیم ببینیم این مردک چی کار است. باشه خان، اما کاری نکنیم که خانم آقا عصبانی بشه. انقدر ترسو نباش، بدو را بیافت. چه سر به زیر داره میاد. وای قد و بالاشو ببین. ماشاءالله بابا. خیلی دلم براش میسوزه که قراره بکشمش.
خدا یه همچین دشمنی نصیب همه بکنه. خوش اومدی خانه کوچیک. بفرما بشین. نه، حالا که دعوت کردیم بزرگی کردیم و اومدیم. بگذاریم. مبارک باشه. میشه انشالله میشه. خدا رو شکر دستبوس زیاد داریم. اونایی که نمیبوسن سرشون سلامت. فعلا اومدیم نیت تو بدونی. این ور اونور حرف زدی که عمر رو میکشی، قدیرم میکشی که خاک خونبه ها رو پس میگیریم. نه؟ تو هم که مثل زنا دنبال غیبتی ماشالله. ببین منو خلیل، خان شدی آدمم بشو. من راه بابامو ادامه میدم. با تو هم دشمنی ندارم، اما اگه تنت میخوره جون تو میگیرم خلیل. جونم؟ جون منو؟ میخوای یه امتحانی بکن ببین میذارم تو خاندانت مرد بمونی یا نه. اینجا آشغالدونی توه. تا میتونی کری بخون. بالاخره به هم میرسیم. ایشالا حرفامو فهمیده باشی. قدیر فردا ساعت 2 بیا سر زمینای خونبه ها. ببین فهمیدم یا نفهمیدم. جرأت داری تنها بیا. خان تو به حرفش گوش نکن. نری. تو دخالت نکن جلیل. بزن یوسف. خیلی خوب شد که اومدیم. سورپرایز. تو نری مهمونی عمر جون، مهمونی میاد پیش تو. خوش اومدین. خواهش میکنم راحت باشید. فکر کردی از دست من خلاص میشی؟ اونم با یه دسته گل. چه خبر؟ خوبم. تو خوبی؟ منم خوبم. خب بریم آماده شیم. تو فردا اگه دوست داشتی کله منو بکن. مجازاتم هر چی باشه قبوله. مطمئن باش میکنم. حالا بگیر بشه. به 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 به، چایی هم آوردم. یکم دیگه هم کیک حاضر میشه. خاله فضیله جون چرا زحمت میکشی؟ به خدا لوس میشم. چه زحمتی دختر من. شما هم اینجا ور دل من بشینین ببینین من چه کیکایی میپزم. مامان از دست تو. اگه یه دختر گردش برو داشتی چی کار میکردی؟ من چی کار کنم؟ از دنیا همین یه دختر دارم دیگه. زنگ بخوره میشنوی عزیزم. سلین من خیلی چرت و پرت گفتم. آخه چرا کارتو دادم بهش وقتی نخواست؟ هیچ وقت تو زندگی من قضایی نشدم. اگه میخواست زنگ بزنم دیگه نمیزنه. تو عاشق شدی دختر، وگرنه بمیری چرت و پرتم نمیگی. مگه آدم یه دفعه عاشق میشه سلین؟ آره عزیزم دقیقا همینجوری میشه. فردا سر شب میام میبینمت. یواش دختر، یکی میشنوه بعد کتک میخوریم. میبینمت. واسه کی داری این وقت شب کره کره میکنی؟ بده من ببینم. داداش دوستم وضع هم کرده. گفتیم فردا با دخترها بریم خونش. داشتیم اونو میگفتیم، به امینه پیغام دادم. این چند وقت خیلی داری میری رو اعصابم. حواست باشه. خلیل باز چی شده خلیل؟ مادر به این دخترت خیلی رو داشت. بابا مریض این پر رو شده. خودت گوششو بکش وگرنه من میکشم. باشه پسرم باشه، نگران نباش. دجله بریم برو. باشه پسرم بگو ببینم اون بی آبرو امروز اومد مادر اومد. واسه چی هی میپرسی؟ به باقیشم کاری نداشته باش. خیالت راحت، من انتقام داداشمو میگیرم. تو دعا کنی کافیه. امیدوارم عین اون آتیشی که وقتی دختر قاتل برادرت عروس اون امارت شد به جونم افتاد به جون قریشان بیفته انشالله.
جلیل، اگه چیزی از من قایم کرده باشی بهت رحم نمی کنم، خود دانی. نیت این خلیل خرابه خانم آقا، اما شما نگران نباش، ما واسه همه چی آماده ایم. شما ها مراقب قدیر باشین دیوونه بازی در نگره، بقیه‌شو خودم درست میکنم. قدیر بیا پیشم بشین. پسرم تو میگی همه چی خوبه، مشکلی هم نیست، اما من خیالم راحت نیست. میخوام برم با سلیمان خان حرف بزنم. چی گفتی؟ میخوای بیفتی به پای پهلوانیا؟ میرم، مگه چیه؟ مریضه، نمیتونه از جاش تکون بخوره. میرم بهش میگم نیت پسرت خرابه، کل عالم میدونن، تو هم بدون، جلوشو بگیر. اگه خلیل کاری بکنه میکشمش. تو کاری نمی کنی قدیر، با صدای خروس صبح نمیشه. تو همش منو کوچیک کن باشه، خوردم کن که ملت بگن پسر قریشا از ترس جونش رفت از بوسیشون. اینو میخوای مادر من به خاطر پسرام هر کاری میکنم. واسه من نکن مادر، نکن. تو رو خدا یه بار به من اعتماد کن، یه بار، واسه یه بارم که شده بذار نشونت بدم خانه این عمارت منم، پسر بابا منم، مادر من. تو هم اینقدر جلو دست و پا نباش. مادر چی شده دوباره اولی صبحی؟ تا اینجا چی کار میکنی؟ به جایی که بالا سر شوهرت باشی. برای مادرم غذا بردم، بیچاره همینطوری گشنه مونده بود. خب مادرم گناه داره تفلکی. صبحت بخیر. صبح بخیر. گفتم ازت بپرسم کارت کی تموم میشه؟ کارم 2 تموم میشه. برای چی؟ باشه، پس ساعت 2 میام دنبالت. باشه. خسته نباشی. متشکرم. بسته دیگه برو. صبر کن دجله، صبر کن دختر. میخوان ببینن مگه من جرم کردم دختر؟ صبر کن، میخوام باهات حرف بزنم. من که نمیخوام گولت بزنم، من قصدم ازدواجه، اینو بفهم لطفا. چه میدونم والا، یعنی فکر میکنی منو به تو میدن؟ کی میخواد نده ها؟ برای چی نده؟ من خواستگاری بکنم و داداشت قبول نکنه ها؟ تو این شهر جوون مرتر از منم پیدا میشه که داداشت بخواد قبول نکنه. چیز ببین یکی اومد، برو دیگه. دجله باشه فقط دجله. چقدر به پسر نگاه می‌کردی؟ چرت و پرت نگو، همینطوری نگاه کردم. نه خیرم، اگه اینطوری بود میگفتیم. ماشاءالله، خدا بهت ببخشدش. خدا خیلی بامزه است. خدا قسمت شما دخترها هم بکنه. جونم. خب اینم از طرف آبجی دیارش. ممنونم. خواهش میکنم. خیلی خوب، من دیگه باید برم، آخه کلاس دارم، ولی بازم میام پیشت. ببخشید تو رو خدا. باش. کجا داری میری؟ تو که تازه اومدی. بازم میام، آخه استادم منتظره. خب یکم بیشتر میموندی. نه منتظرم. خدا. این میخواد درس بخونه؟ ها؟ مگه میذارن؟ میگه میخوام برم دانشگاه وکیل بشم. چجوری میخواد بره این؟
شاید عمر بردش پیش خودش اونجا درس بخونه. والا اگه عمر منم ببره پیش خودش منم میخونم. والا اگه عمر بگی منم تا صبح درس میخونم. هی دختر، عمر تو رو میخواد چی کار؟ دیجله حالا اگه تو بودی شاید. والا هر کی شماها رو ببینه میگه اینا دیگه چه ندید بدیدایی هستن. آره والا همینو میگن. تو هم اهل استانبولی؟ تقریبا یه جوری. تا دبیرستان استانبول خوندم. برای دانشگاه هم رفتم لندن. بعدش برگشتم. دلتنگی وطن دیگه. حتما سخت بوده، یعنی دور بودن از خونه و خانواده، مگه نه؟ آره خیلی. منم باید برم خدمت رسانی ببینم کجا در میاد. خیلی هیجان زدم. نمیشه تو استانبول باشه؟ به نظرم دکتر آشنا داشتنم خیلی خوبه. خب اومدم. بگو ببینم فهمیدی چی گفتم؟ 20 سال پیش همینجا بابا یه دختری که الان بغلت میخوابه داداش منو کشت. ناقص یادت مونده خلیل. داداشت واسه این که میخواست بابامو بکشه مرد. خب دیگه چه بهتر. باقیشو تو ساکت. تو مخت خالی میکنم. بذارش تو جیبت. ببین من نیومدم اینجا بکشمت. اگه بگی دنبال خون بها نیستی رامو میکشم و از اینجا میرم. اما من اومدم اینجا که بکشم. مرتی که پشت مادرت قایم شدی بس نبود حالا به پلیس من آوردی. دهن تو ببند. امروز هم نماردی. شانس آوردی. برو دعا کن. خبر از من جداشون کنی. علم کن برو بینم. هلش کن. یادت نره جلی. یادت نره. من تو رو میکشم لعنتی. میکشم. چیزه بهت بچه مایی دارم گفته بودم. خب چی کار کنم؟ نه دیگه چیزی نیست واقعا. هرچی پشت سرت گفته بودم و اعتراف کردم که بعدن رو دلم نمونه. خب حالا نوبت توه. تو هم اعتراف کن. من انقدر بزرگ شدم که تو این تله ها نیفتم. اول با زبون خوش از زیر زبون من حرف میکشی، بعدش دیگه نمیتونم چیزی بهت بگم. داری میگی با تجربه دارم برات. تو خیلی حسودی یا من اینطوری فکر میکنم؟ به نظرم تو اینطوری فکر میکنی. چه ربطی داره همش میخوای حرفو بکشونی به این؟ ای بابا کنجکاو شده بودم ببینم دختر بد اخلاق درون تلم کجاست که اومده بیرون. دونه رو پاشیدم سری پیدا شد.
گفته باشم منم تو مشکلی همچین بد نیستم ها. دست کم نگیر. آماده ای جنگ که شدم میبینی. چیه؟ چرا میخندی؟ اگه بلای سرم نیاری بهت اعتراف میکنم که منم بهت گفتم آمازونی. تازه حقم داشتم. اینطوری میخوای خانه این عمارت بشی؟ کی میخوای از یه دندگی دست برداری پسرم؟ گفتی برای یه بارم که شده به هم اعتماد کن، کردم از کلانتری سر در آوردی. مادر بی ربط حرف میزنی. بهت گفته بودم این سگ پارس میکنه گازم میگیره. اگه از همون اول گوش میکردی هیچ کدوم از اینا پیش نمیومد. دیگه خیلی دیر شده. یا خلیل منو میکشه یا من خلیلو. تو چی جلیل؟ به جای اینکه اول به من خبر بدی رفتی پلیس خبر کردی؟ از جلوی چشم دور شو. خدایا خودت مراقب پسرام باش. خودت مراقبشون باش. جلیل به خدا یه ذره عقل تو سر تو نیست. آخه این کار بود. بس ساکت شو خانوم. تو کار من دخالت نکن. برای بابات سوپ بکش دخترم. همونطوری وای نستا. بنابه دور خان. دور نشده رستم. قرار نیست بشه. تا زهرمو نریزم نمیشه. ایشالله اون روزم میرسه خان. میرسه اما اینطوری نه. دیگه با دم رخصون مار کاری نداری. باید سرشو له کنی. سرشو. عمر رو میکشیم. یا رب العالمین. سلیمان خان دیوونه شدی؟ برای چی پا شدی؟ ساکت شو فیدار. چقدر بخوابم. خسته شدم. میخوام یکم هوا بخورم. پنجره‌های اتاقتو باز میکنم هوا بخوری. دکتر گفت باید بخوابی. به خدا میترسم یه بلایی سرت بیاد. تشنجی چیزی میکنی این وقت شب؟ چقدر حرف میزنی. اونطوری میمیرم اینطوری هم میمیرم. وقتی نتونم اینطوری نفس بکشم چه فرقی میکنه؟ 5 روز 3 روز. سلام علیکم. خوش اومدی پسرم. بالا پایین پریدی که خان بشی؟ تو پسری؟ اولین کارت زیر پا گذاشتن رسم من بود؟ اول قدیری اسلحه کشید بابا، نه من. تو زمینای خونبه ها چی کار داشتی؟ خب رفتیم سر بزنیم بابا. اونم قدغنه. شنیده اومده. بعدشم به پلیسا خبر دادم. تله گذاشته بودم. سلیمان خان من یه پسر بیشتر ندارم. به جای اینکه پشت اون باشی حقا به غریبه ها میدی؟ بابا کل روز تو خونه ای از بیرون خبر نداری. اونا منتظر فرصت بودن. وقتی شنیدن من خان شدم اون زمینای پسرمو دادم. دیگه نمیخوام بدم. اگه بلایی سرت میومد چی؟ شما میخواین اصل و نسب منو خوش کنین؟ پسر من مرد نه قریشا. غم یه پسر بس نیست ویدان. فردا صبح میریم پیش بزبیله رو. دیگه اسلحه رو کشیدیم. حالا بریم بیفتیم به پاشون بابا. تو مغزم خالی میکنم اما نمیرم. این بچه آدم میای. میریم صلح میکنیم و برمیگردیم. السلام. الله اکبر. پس خانم نازنین برای آروم کردن شما باید یه آتیش روشن کرد و ستاره ها رو تماشا کرد. داره؟ یعنی اینقدر راحت؟ والا راحت بود، اما دیگه خیالم راحته. میدونم باید چیکار کنم. یعنی نمیگی عصبانیش نکنم؟ تو هم یه وقت کم نیاری یا باشه. حالا اینا رو ولش کن، ستاره ها رو نگاه کن. خیلی خوشگله. میدونی
در واقع وقتی به ستاره ها نگاه میکنم دارم به گذشته نگاه میکنم. برعکس من فکر میکردم که آینده رو میبینم. نجوم و این حرفا. اما اون فرق داره. ستاره ها کیلومترها از ما فاصله دارن. مثلا این ستاره که اینجاست از همه درخشان تره. دقیقاً راست انگشتم. اسمش کرکس نشسته است، یعنی انقدر دوره که نوری که ما میبینیم باید 20 سال پیش باشه. من 20 سال پیش دبستانی بودم، حتی فکر کنم اول دبستان بودم. تو؟ دوره نیست که خیلی بخوام ازش یاد بکنم. جدی؟ عذر میخوام. اشکالی نداره، بیخیال. هممون تو زندگی چیزایی داریم که دوست داریم فراموشش کنیم. امیدوارم چیزایی که نمیخوایم فراموش کنیم بیشتر باشه. تا الان شده که بهت بگم کاملا حق با توه؟ این ستاره توه که نورش بعد از 20 سال رسیده اینجا پیش من و تو و قراره به جایی برسه که من برای اولین بار میبوسم. آه خدا، منو تنها گذاشتی. حالا چی کار کنم من؟ تو بگو. جون پسرم عمرو باید چطوری نجات بدم من؟ چطوری؟ چه عذابایی که نکشیدیم تا صلح بشه. خدایا چه دوره هایی که تحمل نکردیم. پسرم نمیتونه پا تو خاک خودش بذاره، نمیتونه. قدر نمیدونه که دیشب تا صبح دعا کردم که جون پسرامو به من ببخشه. بابا برگردیم. داریم اینا رو حسابی سوار گردنمون میکنیم. داری اشتباه میکنی. تو میخوای درست غلط رو یادم بدی؟ شما چی کار کردین؟ هنوز هیچی نشده. افتادین کلانتری. من تو اون خونه پا نمیذارم بابا. تو برو حرفتو بزن بیا. میای آره، مثل بچه آدم با قدیر دست میدی آشتی میکنی، چون باید راه باباتو ادامه بدی. مادرت داره با کینش تو رو میندازه تو آتیش، اما اگه خودتو پسر خان میدونی باید یه جایی حرف مادرتو نشنیده بگیری پسر جون. قدیر تو خودتو ناراحت نکن عزیزم. از حرفای مادرم دلگیر نشو، همه چی درست میشه. حالا میبینی. نه زیلا، از این امارت میری. چی داری میگی قدیر؟ میخوای نسب مادرتو رد کنی؟ چی میگی قدیر؟ ها؟ دیوونه بازی در نیار قدیر. خان، سلیمان خان اومده. میخواستم با قریشا حرف بزنم. خونه است؟ برو بهش بگو بیاد بیرون. رسم نداریم مهمون از جلوی در رد کنیم. بفرما داخل.
به خانم آقا خبر دادیم تو راهه. خوش اومدی سلیمان خان. سر پا موندی. بفرما بشین. نه آبجی قریشا، خیلی حرف نمیزنم. اومدم بگم که من از اون خونبه ها گذشتم. پسرامون اینجا باید صلح بکنن، آشتی بکنن، دنبال روح پدراشون باشن. با این حال ناخوشت پا شدی اومدی اینجا، زحمت کشیدی، نیتمون خیره. خب دیگه دست بدین دیگه. اسلحه ها رو بیار پایین. دیوونه شدین پسرا، بندازینش زمین. من به جای اینکه به این دست بدم یه گله تو مخش خالی میکنم. خالی کن، نکنی مرد نیستی. بزن. گفتم بیاری پایین. التماستون میکنم بندازینشون زمین، مگه دیوونه شدین؟ گفتم بندازی زمین. نکنید پسرا، قربونتون برم. بندازیدشون زمین. بابا ایوا آب بیارین، آمبولانس خبر کنید، زود باشید. بودایی بابا. کمک کنیم. یکی یه کاری بکنه، آب بیاریم، یه کاری بکنیم. بابا سلیمان خان خوبی بابا؟ آمبولانس رو خبر کن، زود باش. بخور سلیمان، بخور سلیمان خان. بخور بخور بابا، زود باش بابا. شما یه پسر به من بدهکاری، تا اون قرضدانشه این دعوا تموم نمیشه. چشمم به دنیا میمونه. عمر رو اجله رو عقد کنین. اینطوری این قرضدا میشه تموم میشه. خونبه ها که با خون قاطی بشه خونم تموم میشه. قسم بخورین بابا. تو هم قسم بخور. به مادرتم بگو که وصیت پدرمه، وگرنه حلالتو نمی کنم. بابا قسم بخور. قسم بخوری. باشه بابا، باشه. قسم میخورم سلیمان خان، قسم میخورم. بابا به نظرم باید این اکیپو اخراج کنم داداش. اگه یه بار چشم‌پوشی کنم دیگه نمیتونم کنترلشون کنم. پرسیده بودی این هفته چه روزی بیکارم؟ فرداست. اوه
الکی داریم حرف میزنیم دیگه. نه دارم گوش میکنم. از خانم دکتر؟ اسمش لیلا است. اینقدر هی نگو خانم دکتر. عمر هنوز خودمو بزنم به نفهمی یا اینکه خودت تعریف میکنی ها؟ یادت بهت گفتم این کار رو با فکر کردن نمیشه. میبینیش و به این نتیجه میرسی که خودشه. من دیدم و درکش کردم. این همون دختر یوسف. چی میگه؟ فردا میاد دنبالم. دیدی؟ من بهت گفته بودم. وگرنه برای چی بپرسه کی وقتت آزاده؟ واسه اینکه بیاد ویزیت. خب چه میدونم، همه احتمالاتو در نظر گرفتم. نمیخوام الکی خیال پردازی کنم. همه احتمالات یعنی چی؟ باید بگه هر طور که شده به حال خودش بذار، لذت ببر. باشه؟ باشه. پس تو سرما نخوردی بیا تو. باشه. راستی سلی جانم، تا هفته دیگه معلوم میشه کجا میرم دیگه. معلوم میشه عزیزم، اما به نظرم تو فعلا به اینا فکر نکن. ببین چقدر خوشبختی، بقیه‌شو بذار به پای سرنوشت. این نشون خودش قسم خورده. تو چی میگی مادر؟ خلیلم واسه سلیمان خان قسم خورد. به اون بیشرف اعتماد کنیم؟ به کسی نه، به عشیرمون اعتماد میکنیم. سلیمان خان وصیت کرده، آره کرده. خلیل قسم خورده. کار تموم شده. فیدانم قبول میکنه. حالا ببینیم داداش عمر چی میگه. خدا رو شکر عمر هم کراهت دشمنی رو هم قدر صلح از همتون بهتر میدونه.